شاخ میرسه تیغوشه چه خرگوش میگن انو رو همه چی هست برادر اون طرف ده میگذاری این همه تخمای بودنه رو گریت میل این حال با همه درنوشت یگام چی دیگه باشه. سلام به کلی برادران، به کلی هموطنان، به کلی فارس زبانان روی دنیا. مشورت تیوی یعنی یک برادری ما در استانبول در ترکیه زندگی میکنن، کار و فعالیت میکنن طول چندین سالاشی. کسانی که میخوان لباسهای زمانوی بپوشن، لباسهای برندی بپوشن، مرا در این رقم زنگ بزنید. واتساپ دارن، تلگرام دارن، انا اینستاگرام شون میمونم، کانال یوتیوب شون میمونم. بدرین در تلگرام در اینستاگرام تماشا کنید لباسهای زمانوی یا نه اینکه لباس تمامی چی را و میتوانند که از ترکیه به شما روان کنن، چی مسکو باشد، چی تاجیکستان باشد، چی افغانستان باشد، چی ایران باشد، با تمام دنیا از ترکیه به شما بار روی میکنن. باقی سربلند خانواد باشین، در کجای باشید نباشید خداوند یار مددگارتون. مشورت تیوی مرامت مشورت نماید با این برادری ما برادری باورینوکای. ما اول پیشکی هر یک کاری رو که میکنیم پرس و پاس میکنیم، مقصد میریم میبینیم، ما رفته دیدیم آمدیم، برادر نغز خوشرو میشناسیم. با شما ما توصیه میتونم مرامت بداریم، همین برادر مراجعت کنیم، کار شما رو هم آسان میکنن، هم قلعه هم ارزان میگیرد. شما دا زنده باشین. دوستان عزیز کی میگه که ما در کجایم؟ اینا این طرف قشلاق، این هم خیلی باگمانی تو میخینین اینا میکنن که طرف جر نشی بو اینا پایان پوگیز جره بحری سانتو دو این طرف این قاک شما دانشجو میتونم ان شاءالله که من خیلی وعده کردم استروف یک مقصد بین بحر ده بین هم کل میگیم بحر میگیم بین همین او که ایستاد میشه بحر ده میشه او ایران دایره میشه این او ایستادگی وقتی همین گیسو کشید او که ایستادن حسابی کل یعنی این طرف و طرفش مقصد که گرد کشید کل میشه. این کلونه من حسابی بحر ده ایستاد چند کلونه اینا ما کل گفتن میتونیم مقصد دوری بده او طرفش اینا او روی دایره میگذاری او طرفی میگه چند دوره حسابی بحر هم بگه میشه کل هم بگه میشه هم خیلی عشق ما بحر میگیم بحری سانتو دو اینجا این لوی جرده اینو بچه‌ها ما البته که میرم پیشکششون میگردم اینجا را یک جای تماشا میکنیم حالا وقت میبریم. خیلی من خواستم که اینجا اومدم، من خیلی جا را دوست میدارم، من خیلی بلندی ها را اومدم یک منوار میگیرم از این خوشو کده نشون تو نگاه کنیم. نه برادرای عزیز این کمون اینجا اگرود کده اینجا خیلی دچه چکده خونه کده کمون اومدیم اینا برادرای عزیز اینجا اینا لوی جر این میری اینجا ایرپورت میگن، اون بالا اون طرف گلیستون اون طرف میری سانتودا انا اینجا دیده استین که شما انا اینجا خیلی او میایه بعد ای سانتودا یا گرفتم میایه میاییم یا پرنده چی باشی پرنده رو نشناخت چی پرنده هکا چی نخه میایی اون طرف ده انوریست داخل توبک نام داره انورو همه چی هست برادر اون طرف ده میگذاری اگه تیرما شده اینا این خشکی تیرما هر یکم تون میدونی این خشکی وزی برادر. خب اینی تمیدین که اینجا بچه چی من دم دارن اکا اینجا دچه کرده دچه اینه میای اینجا رو بینی. خوب اکا باور که حلاوت بردم گپ نیست. اینجا چی داری؟ چی پرند؟ تخمی بودنه اینه برادر تخمی بودنه اینه بودنه رو خچن شما بچه بودنه چرا بی؟ اینه تخمی بودنه یا داری اوشاده میمونه اینه نه حاضره اگه همه درنش جوره این همه تخمای بودنه رو گریت میل اینه حالا با همه درنش یگام چی دیگه باشه با ممکن باید باشه ممکن همه درنش انا انشالله اکا جان این معنی گفت انا اکا جان هزار رحمت خیلی بلند ما توی دیم در خونه همسایشون اکا انشالله که یه روز سختی بعد میمونی جهد کسی هم خیلی تخمی بودن خری و مقصد پایان دا ماهی انشالله یک وقت دیگه همین یا بهار ده یا همین مقصد ایجاد اگه خنکی ده علاقه خنکی زمستون کی درآمد تیرمو کی درآمد خنکه ایجاد شدن میشه بری خانه چکی مهمان خانه مونده نه خانه بجا بهار ده نصیب میایم هم همینجا ده
یگان کینا فیلم که تربیوی بنوار میگن چی گفت یکم هم بسیار دوست می‌داره خیلی کسبی هنری مورا اکتوری را بهترین دوست می‌دارم بهترین دوست می‌دارم سربلند مشکل تشکر زیاد زنده باشه این همین جات بهترینه که ایلوی بحر ایلوی دایره بوار که می‌بینی همین روی الهامی تازه می‌گیری باد و هوا جانان زنده باشه که هزار رحمت ما خیلی تماشا کردیم اینا با برادرها در بنوار گرفتیم تماشا کردیم شما اینا بنوار میگیرم واقعا سربلند خانواد باشید در کجای باشید نباشید خداوند یارو مددگارتون این طبیعت زیبای سنتودای ما مرحمت خانه مهمان خانه این زنده باشه اینا با همه تا دعوت میکنیم اینا با سنتودای ما دوستان عزیز مرحمت بیاید سنتودای ما به‌نهایت با مهمان دوست دارن اگه تاجیکستان تاجیکا هم مهمان دوست دارن که ما مردم سنتودا با به‌نهایت مهمان دوست دارن تماشا میکنیم از جای حلاوت میبریم اینا دوستان عزیز اینجا رو ببینید این ایسو پایون همون پایونه که دیدستین شما اون راه هیا که ما اینجا دیده نتونستیم همون راه هیا تمام مرغاویو هسته هم مرغاوی جان هی تو هم مرغاوی باز میره مرغاویو رو میبینیم بچه‌ها مرغاوی دوره ایجاد و مرغاوی مقصد بحری میاره خوی نداری اودا اوش نه تنی کما بگیرین تنی که این اینجا بچه‌ها بزو بزو گوسپان اینا این اینجا دیگه دیدو آنا که میاره آنا که نگاه اینو بزرگ دیدین که این او سگ بالا میگه کو خرگوش جال میریم آنا که جورام گوش آنا که من چیره پیش میارم تماشا کنه آنو سفید دستین مرغوی اینا نگاه سیاق مرغوی اینا بچه نمامش مرغوی دیدین برادر مرغوی نام سفیدی رو نام سیاسی که شما دیدین همین الان مرغوی هست خب انا کاز پیش خرگوش میگم بیارم خیلی بزو بغضالا رو بی ما بزار بی چرا میگه ای خروز بی این میزنه آدم کوی هم بولتری میخیز کنم خود میزنه سم دل میزنه نگاه ما اگه خروز پروتیف ما جنگ میکنه نگاه بولو شاخ میرسه تیغشه تیغش راستی اینجا معلومه تایی کراسوف کی ما شد تمامی نمیریم دیگه آره خروز بایر میپره این واقعی آیودا هم نمیگریزانه خیلی خرگوش ها اینجا در همه خرگوش ها هم ببینیم با برادر اینجا علف خیلی ما همین دیهد ما همین خشده حلاوت میبارم کیف میکنم دا ای گام نستکه خرگوش ها کو حاضی کو خرگوش ها کو رو اینه جو این تای زمین هم رفته گه نه تای زمین هیچه شونه این بچه ها خرگوش میگن خیلی خرگوش هم دیدیم برادرم این مال حال زنده باشه که گم نیست حلاوت بودیم خیلی دههای سنتودای ما رو بینیم زنده باشید خیلی با ایشالا که تا برنامه آینده رفتیم